همون توقی توقی ما قطعه جورم دزیدیم اومدیم خونه فراموش وقت کلام شدیم بعد مربی شهریار چی میگم با حلبه قضیقه داره تو کجا بوداری؟ کم تریدم بشیش کلی بیتونه چیه؟ اگه فراموش نکردم این سامگذار تو بخصه بفرشتم بده جواب بده моҳи рамазон фаро расид ва тахфифҳои худро софсавдо баҳри шумо пешкаш мекунад. маҳсулотҳои софсавдо барои баровардани мӯи сар, ғафз кардани риш, нез кардани доғҳои пӯсти бадан, хароб ва фарбеҳ кардан кӯмак мекунад. ҳама маҳсулотҳои софсавдо аз гиёҳҳои табиӣ омода карда шудааст. доставка дар шаҳрҳои Москва ва Санкт-Петербург бе пул. рақамҳо барои фармоиш дар рӯи экран. салом дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Шаҳриёр Давлатов. меҳмони имрӯзаи барномаи мо ки ном дорад метавонад ё не, Наимҷони Сайдалӣ мебошад ва аз фурсати муносиб истифода бурда ҳамаи шумоёнро ба фарорасии иди Рамазон табрику таҳният гуфта аз самими қалб саломатию хушбахтӣ ва сарбаландиро хоҳонам. ид омаду дар хона ҳама зиндонӣ, аз ҷабри вабо намеравем меҳмонӣ, дарҳои ҳама азизу дӯстон баста, занг мезанему табрик кунем телефонӣ. خیلی که ما دیده استیم عین حال نعیمجانی سیدلی هم نیز رسیدند. خدا بشکره خدا بشکره بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه ما. رحمت سلامت باشین. راه را گم نکردید؟ نه راهتون به نهایت اکی راهی شما نیست راه دور یک وقت فرید برادر ما شهریار جان اومدیم با برنامه‌تون اشتراک کردیم. دهه‌ای که ما انتخاب کردیم با شما پسند آمد؟ دهه خوبه، نگاه اوضاع چمچقو میگم، پرنده میگم، با من خودم خوابی من بسیار پرنده رو من دوست می‌دارم. ما در خیلی مفید بنیاد خسان شدیم و خیلی با برنامه رو می‌بینیم که همه تماشا کردم برنامه‌تون. برنامه‌تون تماشا کردم اولین بار شهریار جان کردیم. اشتراکچی اولین ما شهریار دعوت. نعیم جان بار دیگر خوش آمدید به برنامه ما. سلامت باشید رحمت. برنامه ما نام گرفته است میتواند یا نه. برنامه ما از 5 شرط عبارت است. 5 شرط و 5 سوال. برنامه را شروع میکنیم از سوال‌ها. مرحبا. سوال اولین ما چنین است. میگفتید بار اول با شهریار دعوت در کجا واخوردید؟ بار اول در شهر قرغن‌تپه، سابق قرغن‌تپه وزیرش در شهری باختر. یک همسینگ داشتم با شهریار دوستی داشتم، برادر بودن. همه دعوت کردن که نعیم جان بیا یک برادرم زادروز داره. زادروزای ما قد شهریار یه روزه ما هفتمی سپتامبر 8 سپتامبر ما اما سال زادروز شد در روز 8 سپتامبر قرار کردگی بود. اما جمع وا خوردم یک جمع 2011 سال قد شهریار هم جا شناس شدیم. یکم رام جواب خوردیم برادر شدیم. بعدا تو زیرا دوستیم و برادریم همکاریم. در بین شما باره هم نفهمی شدگی؟ این نفهمی رو نپرسد که چند بار که نفهمی شده. همین وقتی که همین علما فکر میکنیم که علاقه دوستی همین خیلی نفهمی شده. یک بار دو بار با جنگ کنیم میگم که کم کم جنگ کنیم با دوستی قوی شدن میگیرد. خیلی نفهمی شده اگه اینه که خشکانه خدا همش بگذاشتگی هیو خیلی برادریم. بهترین. سوال دوم ما چنین است. شده از حالت هایی که با دختر دل داده باشید و سرسان و سرگردان باشید عاشق شده؟ اگه چه بگم عاشقی من فکر میکنم که عاشق اولا باید با خداوندی بزرگ شدن در کره، بعدا عاشق با وطن شدن در کره. عاشق با دختر اما چه بگم عاشق با دختر من فکر میکنم یک آموختگریه یا عادت است. ما جوانان مثلا همیشه طبیعتی ما طبیعت آدمی زیاد ما مردمی توجیه که میخواییم که وقتی که قطعه دختر مثلا گاب میزنید چه میشه چند که گاب میزنید بگذار یک سال دو سال گاب میزنی
آموخته میشه عادت میکنی وقتی که یا لحظه باید تو دور شید یا بین شما یکم نفهمی شید یکم جنگ شد وقتی که گپ نزدی بچه میشه زیق میشه برای که عادت کردگی که هر روز گپ زدگی هر روز وا خوردگی وقتی که مثلا وا نخوردی و گپ نزدی با میگن که اوه بچه عاشق شده او حالش بد شده یکی همش عادته این گذرنده شما گفتنی هستید که لیلی و مجنون این عشقشان دروغ است مسئله لیلی و مجنون این دیگر چیزه این تماما دیگر چیزه من مثلا فکر شخصی من فقط سوال شما رو ای خودم ای مثلا ای زندگی خودم دیده سوال شما رو جواب دادم شما به جوانان چی توصیه بدهید که عاشق شوند یا نشوند خوب است بد است من یکم توصیه هیچ کار دادن نمیتونم خیر اختیاری وایده کمیک نمیکنه شما تنها از تجربه خود سخن میگید ما تجربه خودم سخن میکنم ما جوانو خب اگه به عشقی هم میگن کنم میشه اگه بیشتری هم بدخته صحبت میکنن این چیزا میره عشقی میگن ما عشقی نمیگم میگم یه آموختگره عادت است بسیاریا مثلا با پسر صحبت میکنی سلام علیک میکنی خواه همسایه باشد خواه هم کورس باشد بسیاریا میبینن فکر میکنن که اینها نقصیدن همدیگر رو دوست میدارن شما به این چی گفتنی هستید آنها تنها دوستن ما دوستی کردگیم بله ما بسیار دختر دارم مثلا دورم دخترکوی که خاطر ما دوست داره همکارای خیلی این مردم هر یک کس فکر شخصی خودش داره هر یک کس در زندگی ایدئال خودش داره او فکری و هیوای نمیدونم من فکر میکنم فکرشون خطا درست میگید با شما بیشتر کدوم بازی محبوب است و برای چی بازی مثلا بازی ورزشی را در نظر داشته باشی با ما به نهایت من دوست می‌دارم بازی فوتبال بهترین بسیار پسران فوتبال رو دوست می‌دارن برای که بازی ذوق‌آور بازی هست که در اون بازی تماشاش هم زیغ نمیشه مثلا بازی هم کردی زیغ نمیشه بچه خاطر برای که در اونجا 11 نفر ای طرف 11 نفر ای طرف بازی میکنن با چقدر مخلصا دستگیری میکنن بازی فوتبال ورزش رقم یک در جهان ما فکر میکنم به همه خاطر بسیار جوانان دختران بسیار کس فوتبال ناز میبینم من فوتبال ناز میبینم از خوردی به این بازی شوق رغبت داشتید ای خوردی بودن حالت هایی که شما به بازی میرفتید به خانه دیر می اومدید پدر و مادر جنگ کنن خیلی حالت ها بسیار بوده یکی به بازی میرفته دیر قشلاق ها میرفتیم ما در مثلا ما در رایون کلانشدگیم ناحیه موزی کشانیانه بختر ما در ناحیه مرکز کلانشدگی ما قشلاق ها میرفتیم فوتبال با میرفتی فوتبال خودش اساس کی میشدن و تنی ما بگهده میشه تو بازی را بود میکنم که نماز شام میشید طوریک میشید خیلی بچه یوش میومدیم خیلی کم یا میرفتی بازی هم فوتبال خموندن فوتبال توجیک دار بخوای نخ دوره کودکی را میزنن یا پود من یکم لط میخوردم خیلی که کارو بدگیه بهترین سوال نخستین ما چونین است در زندگی بودن حالت هایی که فراموش نشوندن خواه خوب خواه بد اگه فراموش نشونده در حیات ما بسیاره در مثلا جوانیم بگیم بعد کمتر با وای رسیدگیم در بسیار مثلا بسیار کارهایی هستن که فراموش نشونده ما یک چه میگم دوره طلبگیم بود خیلی بچه کوچه میگن که بچه که همین بچه بسیار جنگوار بودم بسیار جنگوار بودم بچه شوخ طبیعت میگم بسیار جنگوار بودم کوچه در هر کس که میگذشت میقبیدیم که تو کوچه ما در چیکار میکنی یکم جنگ میکنم ایشمایلی ما یاد بیو کوتاه کرده یاد واقعی را نقل کنم بعد توی توایم شد خیلی که مثلا ما در رایان بودیم یا 5 کیلومتر قشلاق دا توی توایم شد نمیدونم اون وقت خیلی بودیم کودکی به عقل میگن چی بدن با من خیلی خیلی 3 جوره هم همی سینفی 8 بدم چون خیلی توایم دا همونجا توی شد ولی که شخ نبر اومده کو شاه نبروده قطعی 2 جوره مسئولیت کردم خیلی ترزه نگاه کردم خیلی ترزه ریشود که بود خانه بابا تبود رو داود توی رقص که بازی که چیکار میکنی با یک کار مشغول شده قطعی جوره هم توخی هم ساله هم چند بده که هم سینفی 8 هم ساله هم 2000 بود یا 99 بده هم هر دوش یادش بدیو 2000 هم خیلی بده توخی تاوی ما قطعی جوره هم دزیدیم اومدیم خونه فراموش وقت کلان شدیم بعد نمیشه طلبه مکتب شدیم بعد هم وقتی هم تقویم وقتی که
سر تخت میبره به توقی میبره. هم توقی را بگو چی کار میکنی؟ توقی را گم میکنه. توقی را گم میکنه و چند تا کلام جیب خیر بعد چون که توجه هم امو توقی را ما خطیه جورم دیده بودم هم یک فراموش نشونده ایده که اگر چی در کار توقی بلی یک چی دیگه بودز بگو نخود توقی بودزی برای کودکی ده کودکی به عقل نگم کن اینه مخیر. سرود دارد که حالا پیشکش مخلصان نگردنده ای؟ دارم. میتونه 4 مصرعش رو به مخلصان زمزمه نمایی؟ دیگه که سرود مخفی مونه با چی خاطر که سرود دویتای سرود ابورای غریبه همراه یعنی اپا آخران بار که ما سرود خونیم 2012 بود دیگه که ما پایین فقط میرا تیار کردگیم میخوام که یک بار سروده به طرز کلیپ به همه پیشکشی مخلصان گردونم. خب ما راضی هستیم. در جای اینکه سرود مخفی باشد به شما یک سوال دیگه میگیم. یگان خورش آماده کرده میتونید؟ خورش که من خورش که خودتون دوست می‌دارید بیشتر؟ ما همین روز دیگه بلد نوحیه بسیار زرگوش دارم خیلی شهریارا میدونه بود دیگه برادرام دیگه صنعتکاران میدونن ما همین زرگوش پرورم. من زرگوش خودم میکشم مثلا هم زرگوش تیار میکنم اما زرگوش گوش 2-3 نمود بریان میکنم مثلا آدار گوش بریان میکنم گوش بیانی قاق میکنم همین خراکی همین بهترینی میکنی میپزم مثلا پیشنیان میکنم همه را که مقبوله همین خروکه زرگوش بریان بعد برنامه زرگوش بریان خوردنی میرن بعد ایده انشالله که رمضان نصیب بگذاره بعد ایده انشالله خیلی شهری را بگیرین بین خونه انشالله خیلی میکشیم کنه 4-5 زرگوش بریان تا میکنیم بخیر سلامت باشد. چطوره که ما طریق تلفن به شما توبه کردم بعد من استاد بکنه بشه کام سیسا آخرا در باید بهتاشی دو نه آخرا سوال ها؟ نه تمام شد سوال آخه با شرط آزمون سوال ایسا؟ نه سوال آخه اوی با ایسا بسا که بولا که 5 سوال جو 7 بیا نه بیا البوی باید بیا خیلی البوی باید 2-3 مصرع بخونه تمام شد. نه شرطی برنامه نعیم جان سوال ما تمام شد مرحمت شرطهای برنامه را اجرا میکنیم. نعیم جان سوالهای برنامه ما به اتمام رسید اکنون به قسم دوم میگذاریم. چرا که ما به طریق تلفن به شما گفته بودیم همراه خود لباس بیارید آورده؟ راست گپ اگه آدم پریشان خاطر ده من لباسام فراموش کردگیمونه که به همین لباسام چی شرط داریم ما اجراش میکنیم. آماده ما بهترین میگذاریم به شرط های آزمون. بده جواب بده. شرط اولی ما چنین است در بالای خر نشسته عین حاکم شده دست را گرفته اول سر میگیرید. تو مرا دوستا ای بچه دوست کنده کو سنگ بیار مرحمت آل بفرم باید تیز میکنیم ایره بخواه اونم سبرا میشه که میشه نفته ما نه نمو بیا الان فکر داری نمیشه اگه مدرنگ میشه مایرا خونم خان خبو با هم درگم دو ایره بخواه با کمار دو ما خانه میشه خواهد خورنه شده بودم اکل شدی سکل شد در خوده چنین کارها را انجام میده مو بچه شلوخ کلون اشتیمو خگر یه روز دا یا لحظه علاف نمی آوردیم بگم خونه دارا نمیدو در کدام دیگه کلون شده؟ مرکز کلون اشتیگی نکی ایدی حدا مزول شده میتوانید در وقتی علاف سرایتون کمی شروع سرایت شروع؟ باید ما چیل هنر کم خواردونو یا علاف درام میگن یا شروع نخواه من میگم بیشتر
دهقانان در وقت کار کردن فرود می‌شوند. خوبیا هم جناب تو ممکنه طبیعت زیبا اینا تاکتی علف دراوی ربی ای یکم برنامه‌تون در شهریار علف دراوی داد کو اینا به ما بای خیلی فرمایه این نمیدونه علف دراوی چیه فهمیدی شما گفتنی هستید که شهریار از عهده علف دراوی نبرآمده نه برآمده کو قدیما هنر نداره فهمیدی مرا هنرم به حد بلنده بهترین باش با مربی همینجا مرغ باشه از کدام جانور بیشتر میترسید؟ یگام چی؟ جای گب اومد از جانور نمیترسیم صبح باره که من در خونه کنم همه چی دارم مثلا چی دارید؟ خرس با چی بگوید؟ الان یک زنم اوه شهریار چی بگم با حلبه قضیقه دارم تو کجا بوداری؟ دلش میریم همین درزه بسته نه اینجا بگذار همیشه در لبان شما خنده هویدا باشه این را چولوی میگن بهترین از همه چی باخبر هستید این روش ها بود که بعد همیه درزه علف دراوی سازه فکر میکنم از عهده خوب برآمده برآمدم بله اینا در درزه میگن در با وقتی که رشته نباشه کو این خیلی گم نمی علفای سخت میگیری فهمیدی اشنو این خیلی میکنی دیدی این خیلی میکنی اینجا میقفیخه چو میکنی با میبندیم درزه میکنی دیدی نه بهترین در بالای خر میموند بعد میبینیم که ماشاءالله دست میبره دست نکشم ما بینید نعیم جان خوب از عهده علف دراویدن برآمد حتی با علف درزه کرد بهترین این خاره خوکی کرد خوشی برش اما بگم کو ای آدم مؤمن مسلمان باید چی باشه همه وقت برای هم باشه بله ای او سیمه رو آورده آورده انا ایس علف خدا بروش میگیرم این خیلی میگیرم میگم من فکر کردم شما میگم عیش شمایی رو میبریم اوه این خیلی میبرم یه هوچ نمیکنم آخه این خیلی بگم کو هر گفته یکی هر گفته یکی کدام میگم مرا میخوره مرا غم نورا میخوام آه ماشاءالله دیدی که این بویه این بویه این بویه حالی ببره کاراش خلاصی گم میدونی چی؟ دیلم بخار سوخت دیدی؟ انا خیلی بنده مومن مسلمان بهترین سخن ندارم آره بی انا نگاه اینجا علف همه پرخواه خرا نبید بخم یه باید چکو کنم شما رو با این کارتون خونه گردانده نگذاریم به شرط دویوم اما شوزم یه شرط نمیخواه کل کدگی ما طوری که ما میبینیم شما از شرط یکم خوب برآمده شرط دویم بله شرط همه را خونه کرده شرط دویمی ما چنین است کشیدن دویم از اون دست میبره شما میتونید چابوق میگویم که چابوق نجک مرک بیره دیگه جرم چابوق نمو که همه علف خیلی زمینی راست به جویا کشید چابوقی نمیره میگن ده نمیره اگر میکنی یعنی چابوق هستی یعنی چابوق هستی چابوق یعنی نرم کردنی همین بخی همینا نرم نمیکنیم و یک نکشیم که همین جا جوی آونه سایکو آبتن آب رو وحشیم بله بله شما میگفتید که این کارها رو این همه کارها رو به شما کیا مختص
بون در کودکی آخی در مرکز رایون بودیم خانه داریم کلو نه زمین اونیا بله بیسوخته ما بابوی ما بسیار مردی دهخانه بابوی ما در اون دهخانبای میگن دهخانبای میگن الان نواسط کیه؟ نواسط کیه؟ نعیم جانی خیدلی پدر سرما دیدی؟ کارا دیدی؟ اینه کار میگن انا شبه ما موشی آدم وقتی کارا بتونه در حیات خار نمیشه ایش کردی یا چی؟ بله بله میتواند که در وقت همی چوبوک کردن طور میشه شیر کنه با آواز زنده آواز زنده؟ با آواز زنده با صدای بلند وقتی مخلصان نمازکی شام شد است مادر بدرم نمیشه برای چی؟ یا کار که یا بای بخون برای چی بخون؟ شما گفتید که با یک مرد چی هنر کم است چی هنر کم ایو؟ من اوژه 10 پوزیوشی کار نکردم بفرا میشم فهمیدی؟ هرچند کار هم نکرده باشید فراموش نکرده نگه فراموش نکردم بهترین ایش هم گذاشتم بس بفرا شدم ما طوری که به همگان معلوم است نعیم جان از عهده چابوک هم برآمد دوستان عزیز حالا میگذاریم به شرط سومین برنامه شرط سومین برنامه این کفاندنی کنده است نعیم جان به فکرم شما آماده هستید ما آماده ایم از عهده این کار میبرید وقتی کنده نیستم چوایو کنده را خیلی خیلی فونا میگن کو این میمونی با این بلوی خیلی میزنی میکفا فهمیدی؟ این خیلی بطور از این خیلی میکیشه کو میبونه میونه این کفونا با وقت خیلی چوب سخت داره اول این خیلی میزنی یا تا ایسه اگر خیلی راست بزنی نمیکفا فهمیدی؟ نمیشه ایسه 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 برای آنه که لباساتون چیر کشید این عیبی ما نیسته گناهگار در اینجا خودتون هسته هیچ گرم نداره خیلی میشوانش فاهمم چه کجا کار دیگه فیض‌آباد فیض‌آباد چه مامان فیض‌آباد دیگه فیض‌آباد مهرآباد جماعتی دهات مهرآباد الحمدلله چه ما اورگان کم اگر خودو اینا میشه کم طریقه میشیش اگر شما از عهده این نبرید باز هم شرطهای دستور داریم همین را بکنیم تمام 4-5 چه نمیتونیم از بس که نعیم جان روزدار است اگر از عهده همین براید دو شرط دیگر رو نمیدیم اما یعنی استیلی بابوگی میتونیم بابوگی میدیم چیه؟ این خیده چپانه میمونیم شا این خیده میخپیم باکوی دوا بزنیم میشه از تو جان کلاد من دارم بهترین نعیم جان برنامه ما رو خیلی هم روشن گردانده سربلند باشید از عهده همه کارها برآمدید و من بیشتر علی علفدرایتون خوشم اومد با شکریاتون از بس که دیدیم که هوا خیلی هم گرم در دهه شما از عهده دیگر شرط‌ها میدونیم که میبرید ما هم خیلی که شما گفتید رحمدل بودن در کار برای همین دو شرط آزمون رو ما به شما نمیگیم بعد رمضان انشالله بو حیرت کنه با اون 10 شرط انشالله اشتراک میکنیم. مرسی. تو نگهبان تشکر می‌کنم. سربلند باشید. شما